صبحانه در تیفانی بخش 3. تا شبی در ماه سپتامبر پیشرفتی در آشنایی ما حاصل نشد. اون شب اولین موجهای خنکای پاییز از راه رسیده بود. من رفته بودم سینما، بعد برگشته بودم خونه و با یک گلاس بوربون شبونه و آخرین کتاب سیمنون به رخت خواب رفته بودم. سیمنون نویسنده بلژیکی که حدود 500 رمان نوشته و از جمله به دلیل خلق شخصیت کارگاه مگره مشهوره. تعریف من از آرامش همین بود. برای همین نمیتونستم بفهمم این احساس ناخوشایند درونی که به تدریج اینقدر زیاد شد که دیگه صدای تپش قلبمو میشنیدم چیه. حسی بود که دربارش خونده بودم، دربارش نوشته بودم، اما تا اون لحظه تجربهش نکرده بودم. این احساس که یکی داره شما رو نگاه میکنه، اینکه یه نفر در اتاقه، بعد هم ضربه‌ای ناگهانی به پنجره، تصویری محو و خاکستری و روح مانند و برگشتن گلاس بوربون. کمی طول کشید تا خودم رو جمع جور کنم و پنجره رو باز کنم و از خانم گولایتلی بپرسم چی میخواد. همینطور که داشت از راپله اضطراری میومد توی اتاق گفت ترسناکترین مرد دنیا الان توی خونه منه. البته مست که نباشه خیلی مهربونه، اما امان از وقتی که دستش به شراب برسه. اون وقت دیگه مثل حیوان وحشی میشه. اگه از یه چیز متنفر باشم مردایی که گاز میگیرن. لباس خواب فلانل توسیشو از روی شونش کنار زد تا به من نشون بده وقتی مردی گاز میگیره چه اتفاقی میفته. شرمنده که ترسوندمت. دیدم اون حیوان خسته شده و از پنجره زدم بیرون. لابد فکر میکنه توی دستشویی هستم. البته ذره‌ای برام مهم نیست که چه فکری میکنه. گور پدرش خسته میشه، خوابش میبره. خدای من چرا خوابش نمیبره؟ 8 گلاس مشروب قبل شام خورد و بعدم انقدر شراب خورد که میشد باهاش یه فیلو شست. گوش کن، تو حق داری منو بندازی بیرون. واقعا پررویی کردم که اینجوری مزاحمت شدم، اما این پله اضطراری کوفتی واقعا سرد بود. تو هم خیلی صمیمی به نظر میرسیدی، درست مثل برادرم فرد. ما 4 تایی با هم روی یه تخت میخوابیدیم. شبایی که سرد میشد فقط فرد میذاش بغلش کنم. راستی اشکال نداره فرد صدات کنم؟ دیگه کاملا اومده بود وسط اتاق. لحظه اونجا مکث کرد و به من خیره شد. تا اون موقع هیچ وقت بدون عینک آفتابی ندیده بودمش. حالا معلوم شد که اون عینک طبی هم هست، چون بدون عینک چشماش کمی جمع شده بود. انگار داشت چیزی رو ارزیابی میکرد، درست مثل جواهر فروشا. چشماش درشت بودن، کمی آبی کمی سبز با دونه‌های قهوه‌ای، رنگارنگ مثل موهاش و مثل موهاش درخششی گرم و بانشاد داشتن. لابد فکر میکنی من خیلی بی‌حیا هستم یا خیلی بی‌ادب یا یه چیزی توی همین مایه ها؟ اصلاً. به نظر می اومد ناامید شده. هاشا نکن، همین فکر رو میکنن. برام مهم نیست، اتفاقا به دردم میخوره. روی یکی از صندلی‌های زوار در رفته با روکش مخمل قرمز نشست. پاهاشو زیرش جمع کرد و نگاهی به دور و بر اتاق انداخت. حالا دیگه چشماشو کاملا جمع کرده بود. چطوری اینجا رو تحمل میکنی؟ مثل دخمه است. آدم به همه چیز عادت میکنه. از خودم بدم اومد، چون واقعیتش این بود که من به خونم افتخار میکردم. من نه، هیچ وقت به هیچی عادت نمیکنم. آدمی که به همه چیز عادت میکنه هیچ فرقی با مرده نداره. چشمای ملامتگرش دوباره اتاقو وارسی کردن. صبح تا شب اینجا چی کار میکنی؟ به میزی که پوشیده از کتاب و کاغذ بود اشاره کردم. چیز مینویسم. من فکر میکردم نویسنده ها حسابی پیرن. البته سارویان پیر نیست. یه بار توی یه مهمونی دیدمش. اصلا پیر نیست. چطوری بگم؟ به فکر فرو رفت. اگه بهتر اصلاح کرده بود. راستی همینگوی پیره؟ فکر کنم 40 چند سالش باشه. بد نیست. مردای زیر 42 سال اصلا نظرمو جلب نمی کنن. دختر احمقی رو میشناسم که مدام بهم میگه باید برم پیش روانکاو. میگه عقده پدر داری. حرف مفت. من صرفا خودمو جوری تربیت کردم که از مردای مسن‌تر خوشم بیاد. این هوشمندانه ترین کاریه که به عمرم کردم. سامرس موم چند سالشه؟ دقیق نمیدونم، 60 خورده‌ای. بد نیست. من تا حالا نویسنده جماعت رو تجربه نکردم. البته صبر کن، بنی شکلت رو میشناسی؟ وقتی سرمو به نشونه یه نه تکون دادم اخم کرد.
عجیبه، کلی متن رادیویی نوشته، اما عجب آدم نفرت انگیزیه. بگو ببینم، تو یه نویسنده واقعی هستی؟ تا منظورت از واقعی چی باشه؟ خب عزیزم، کسی بالای چیزایی که تو مینویسی پول میده؟ هنوز نه. من کمکت میکنم، ازم برمیاد. فکرشو بکن، من کلی آدم میشناسم که اونا هم کلی آدم مهم میشناسن. من کمکت میکنم چون شبیه برادرم فرید هستی، البته یکم جمع و جورتر. آخرین بار 14 سالم بود که دیدمش، همون موقع که از خونه زدم بیرون. قدش اون موقع هم نزدیک 1.90 متر بود. برادرای دیگرم هم قد و قواره تو بودن، یه مش ریغو. فرید از بس کره بادوم زمینی میخورد انقدر دراز شده بود. خودشو با کره بادوم زمینی خفه میکرد، جوری که همه فکر میکردن خلوچله. توی دنیا فقط 2 چیز براش مهم بود، اسب و کره بادوم زمینی. اما خلوچل نبود، فقط مهربون بود و منگ و خیلی هم کند. وقتی از خونه فرار کردم 3 سال بود که در سال 8 درجا میزد. فرید بیچاره، کاش ارتش سر کره بادوم زمینی خست به خرج نده. وای، گفتم کره بادوم زمینی، یادم اومد دارم از گشنگی میمیرم. ظرفی پر از سیب و نشونش دادم و پرسیدم چرا در سن و سال به اون کمی از خونه فرار کرده. با چشمای بی حالت نگام کرد و دماغشو مالید، انگار بخاره. بعدن بارها این جستو دیدم و فهمیدم نشونه اونه که آدم پا به حریم ممنوعه گذاشته، مثل بسیاری از مردم که علاقه‌ای جسورانه به درمیان گذاشتن اطلاعات شخصیشون دارن، اما هر روز سوال مستقیم، هر روز سوالی که گیرشون بندازه اونا رو در موقعیت دفاعی قرار میده. گازی به سیب زد و گفت یکی از چیزایی رو که نوشتی برام تعریف کن، قصه‌شو بگو. یکی از مشکلات من همینه، داستانهای من جوری نیستن که بشه تعریفشون کرد. زیادی بی‌ادبیان؟ شاید یه وقت یکیشو دادم خودت بخونی. ویسکی با سیب خیلی خوب میشه. یه نوشیدنی برام بیار عزیزم، بعدم خودت یکی از قصه هاتو برام بخون. نویسنده های کمی در دنیا هستن، به خصوص اونا که تا حالا چیزی ازشون منتشر نشده که بتونن در برابر دعوت به خوندن داستانهاشون مقاومت کنن. برای هر دوتامون نوشیدنی ریختم، در صندلی روبروش نشستم و شروع کردم به خوندن. ترس از صحنه و هیجان دست به دست هم داده و باعث شده بود صدام کمی بلرزه. داستان جدیدی بود، روز قبل تمومش کرده بودم و اون حس ناگزیر ناکامی هنوز فرصت نکرده بود درونم ریشه بدوونه. داستانم درباره 2 زن بود که با هم زندگی می‌کردن. هر دو معلم بودن و وقتی یکیشون نامزد می‌کرد، اون یکی با پخش کردن یادداشت‌های بی‌نامونشون رسوایی به بار می‌آورد و عروسی رو به هم می‌زد. حین خوندن هر نگاه دزدانه‌ای که به حالی مینداختم قلبمو منقبض می‌کرد. مدام وول می‌خورد. تا سیگارای توی جا سیگاری رو ریز ریز میکرد و همه حواسش به ناخوناش بود. انگار از ته دلش میخواست همین الان سوهانشون بزنه. بدتر از همه این که وقتی حس کردم تونستم علاقه‌ش رو جلب کنم، چشماش چنان مات شد که همه چیز رو لو میداد. انگار داشت فکر میکرد کفشی رو که در ویترین فلان مغازه دیده بخره یا نه. ناگهان انگار از خواب پریده باشه پرسید تموم شد؟ به تته پته افتاده بود و میخواست بازم چیزی بگه. نمیخوام بگم از زنای همجنسگرا بدم میاد، نه، اصلا منو نمیترسونن، اما قصه هایی که راجع به اونا باشه واقعا حوصله‌مو سر میبره. یه لحظه هم نمیتونم خودمو جای اونا بذارم. وقتی دید من کاملا گیج شدم گفت خب عزیزم، اگه داستان درباره 2 هاف هافو از این قماش نیست، پس درباره چیه؟ خوندن داستانم به اندازه کافی اشتباه بود. دیگه حوصله نداشتم دست به اشتباه بزرگتری بزنم و شروع کنم به توضیح دادن داستانم. همون نخوتی که منو به اجرای چنین نمایشی کشونده بود حالا وادارم میکرد شأن اونو در ذهنم به اندازه یه آدم افاده بی احساس و بی فکر پایین بیارم. گفت راستی یه آدم مهربون از این جماعت نمیشناسی؟ دنبال همخونه میگردم. نخندیا، من خیلی شلختم، پولم هم نمیرسه خدمتکار بگیرم. این جماعت خونه دارای خوبی هستن، عشقشون اینه که همه کارا رو خودشون انجام بدن. دیگه لازم نیست آدم نگران جارو پارو و باز کردن یخ غذاها و فرستادن لباسای چرک به لباسشویی باشه. هالیوود که بودم همخونه‌ای داشتم که توی فیلمای وسترن بازی میکرد. بهش میگفتن کماندوی تنها، اما اگه از من بپرسی از هر مردی توی خونه به درد بخورتر بود. البته که همه فکر میکردن خود منم کمکی از این تمایلات دارم.
خب که چی؟ تا حالا که باعث نشده مردی دل سرد بشه. تازه انگار بعدشون هم نمیاد. مثلا همین کماندوی تنها 2 بار عروسی کرد. این جماعت معمولا 1 بار عروسی میکنن. اونم برای اینکه اسم کسی دیگری روشون باشه. انگار این مهر رو میخوان تا بقیه عمر با یه اسم دیگه جز اسم خودشون صداشون کنن. ناگهان نگاهش به ساعت شماته‌دار روی میز دوخته شد. این که سالم نیست نه؟ ساعت واقعا 4:30. پنجره کم کم داشت آبی میشد و نسیم سحرگاهی پرده ها رو تکون میداد. امروز چند شنبه است؟ 5 شنبه. 5 شنبه؟ بلند شد و گفت خدای من، و خمیازه کشان دوباره نشست. خیلی وحشتناکه. انقدر خسته بودم که حوصله کنجکاوی نداشتم. روی تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم. با این حال مقاومت غیر ممکن بود. چه چیز 5 شنبه وحشتناکه؟ هیچی، فقط هیچ وقت یادم نمیمونه که داره میرسه. 5 شنبه ها باید سوار قطار ساعت 8:45 بشم. سر ساعت‌های ملاقات خیلی سخت میگیرن. یعنی اگه ساعت 10 برسی اونجا، فقط 1 ساعت داری تا وقت نهار اون تفلکی ها. فکرشو بکن، ساعت 11 باید نهار بخورن. البته ساعت 2 هم میتونی بری ملاقات. منم واقعا اون ساعتو ترجیح میدم، اما اون دوست داره صبح برم. میگه اینطوری کل روز سرحاله. باید بیدار بمونم. اینو گفت و گونه هاشو انقدر نیشگون گرفت که قرمز شدن. وقت نمیشه بخوابم، اما اگه نخوابم شبیه آدمایی میشم که سل گرفتن. مثل یه خونه اجاره‌ای زوار در رفته میشم و این ظلم در حق اونه. یه دختر نباید با صورت نزار به سینگ سینگ بره. سینگ سینگ زندانی امنیتی در حوالی نیویورک. به نظر منم درست نیست. عصبانیتم سر ماجرای داستان کم کم داشت فروکش میکرد و دوباره مجذوبم کرده بود. گفت همه کسایی که برای ملاقات میان سعی میکنن ظاهرشون بهتر از همیشه باشه. زنا قشنگترین لباساشون رو میپوشن. واقعا دوست داشتنی و دلنشین. حتی پیرزنا و اونایی که واقعا فقیر هستنم تمام تلاش رو میکنن که ظاهر دلانگیزی داشته باشن و بوی دلانگیزی بدن. اصلا برای همینه که من عاشقشون هستم. عاشق بچه‌ها هستم، مخصوصا سیاه‌پوستا. منظورم بچه‌هاییه که زنا همراه خودشون میارن. دیدن بچه‌ها در اون مکان قاعدتاً باید ناراحت کننده باشه، اما نیست. به موهاشون روبان بستن و کفشاشون برق میزنه. فکر میکنه قراره بینشون بستنی پخش کنن. بعضی وقتا فضای اتاق ملاقات واقعا شبیه مهمونی میشه. خلاصه این که اصلا شبیه چیزی نیست که توی فیلم‌ها نشون میدن. پچ‌پچ‌های عبوسانه از پشت پنجره‌های مشبک. اصلا پنجره‌های مشبکی در کار نیست. فقط یه پیشخوان بین تو و اونا فاصله میندازه. تازه بچه‌ها میتونن برن روی پیشخوان بایستن و اونا بغلشون کنن. برای اینکه یه نفر رو ببوسی فقط کافیه روی پیشخون خم بشی. دوست داشتنی ترین چیز این ملاقات‌ها برای من اینه که این جماعت انقدر از دیدن هم خوشحالن، انقدر حرف دارن با هم بزنن که غیر ممکنه حوصله‌ات سر بره. مدام میخندن و دست همو میگیرن. اما بعد از ملاقات اوضاع عوض میشه. توی قطار میبینمشون. ساکت میشینن و جریان رودخونه رو تماشا میکنن. یه دسته از موهاشو به گوشه دهنش برد و گاز زد. به فکر فرو رفته بود. دارم بیدار نگهت میدارم، بگی بخواب. لطفاً ادامه بده، برام جالبه. میدونم برات جالبه، برای همینم میخوام بخوابی. چون اگه ادامه بدم همه چیزو درباره سلی بهت خواهم گفت. فکر نمی‌کنم خیلی منصفانه باشه. بی صدا موهاشو میجوید. هیچ وقت بهم نگفتن ماجرا رو به کسی نگم، یعنی به صراحت نگفتن. واقعا جالبه. شاید تو بتونی این ماجرا رو با عوض کردن اسم و از اینجور کارا توی یکی از قصه هات بچپونی. گوش کن فرد. اینو گفت و یه سیب دیگه برداشت. قسم بخور پیش خودت میمونه و آرنج تو ببوس. شاید فقط بندبازا بتونن آرنجشون رو ببوسن. باید با ارفاق قبول میکرد. با دهنی پر از سیب گفت شاید ماجراشو تو روزنامه ها خونده باشی. اسمش سلی تومیتوه. عبری حرف زدن من بهتر از انگلیسی حرف زدن اونه. اما پیرمردی دوست داشتنیه. حسابی هم مومن. اگه دندون طلا نداشت فکر میکردی راهبه. میگه هر شب برام دعا میکنه. البته هیچ وقت معشوق من نبوده. از وقتی شناختمش توی زندان بود. اما الان شیفتش هستم. هرچی باشه الان 7 ماهی که هر 5 شنبه به دیدنش میرم. به نظرم اگه بهم پول نمیدادم میرفتم. این یکی لهیده است. اینو گفت و بقیه سیبا رو از پنجره انداخت بیرون. راستی من سلی رو به چهره میشناختم.
قبلا میومد به بار جوبل، همونی که سر چهارراهه. هیچ وقت با کسی حرف نمیزد، فقط اونجا میایستاد، مثل اون مردایی که توی هتل زندگی میکنن. اما حالا که به اون دوره فکر میکنم و میبینم همه این مدت منو از نزدیک زیر نظر داشته، واقعا برام جالبه. خبر بازداشتش رو جوبل توی روزنامه نشونم داد. تبهکار، مافیا، یه مش اراجیف. آخر سر فقط 5 سال براش بریدن. درست بعد از اینکه دستگیرش کردن، تلگرافی از یه وکیل برام اومد. نوشته بود فوراً باهاش تماس بگیرم، چون اطلاعاتی داره که برام سودمنده. لابد فکر کردی یکی پیدا شده و $1,000,000 برات ارث گذاشته. اصلاً فکر کردم از فروشگاه برگدورف اومدن دنبال طلبشون، اما دلمو به دریا زدم و رفتم این وکیل رو دیدم. البته شک دارم واقعا وکیل باشه، چون ظاهراً دفتر کار نداره و همه چیزش خلاصه میشه در یه تلفن پیغامگیر. همیشه هم در هامبورگ هیون قرار میذاره، چون انقدر چاقه که میتونه 10 تا همبرگر و 2 کاسه سس و 1 کیک لیمویی درسته رو بخوره. ازم پرسید حاضرم یه پیرمرد تنها رو خوشحال کنم و هفته‌ای $100 گیرم بیاد. بهش گفتم ببین عزیزم، من اون خانم گولایتلی که تو دنبالشی نیستم. من از اون پرستارا نیستم که کنار کارشون گهگاه شیطنت‌هایم میکنن. دستمزد پیشنهادیت هم خیلی چشمو نگرفته. با یه بار رفتن تا دستشویی زنونه میتونی همینقدر در بیاری. هر آقایی که کمی برازنده باشه $50 بابت دستشویی بهت میده. تازه من همیشه ازشون میخوام پول تاکسی من بدن و اونم میشه $50. اما بعدش گفت موکلش سلی تومیتوه. گفت سلی پیر و دوست داشتنی از مدت‌ها پیش دورادور شیفته من بوده. بنابراین اگه هفته یه بار به ملاقاتش برم جای دوری نمیره. دیگه نتونستم مقاومت کنم، چون زیادی رمانتیک بود. نمیدونم، به نظرم با عقل جور در نمیاد. فکر میکنی دروغ میگم؟ اول اینکه همینجوری اجازه نمیدن یه نفر بره ملاقات یه زندانی. نه که اجازه نمیدن، سر همین موضوع یه قشقرق حوصله سربری درست کردن که بیا و ببین. فکر میکنم من خواهرزادش هستم. به همین راحتی بابت 1 ساعت حرف زدن $100 به تو میده؟ خودش که نه، وکیلش میده. به محض اینکه گزارش آب و هوا رو بفرستم، آقای اوشانسی پول جیرینگی برام پست میکنه. من که فکر میکنم پشت این داستان دردسر بزرگی خوابیده. اینو گفتم و چراغو خاموش کردم. دیگه احتیاجی بهش نبود. نور صبح اتاق رو روشن کرده بود و کبوترها در راپله اضطراری بغبغو میکردند. خیلی جدی گفت چطور؟ حتما در کتابای قانون چیزی درباره جعل هویت نوشته. تو که خواهرزادش نیستی. ماجرای این گزارش آب و هوا چیه؟ خمیازه‌ای کشید و دستشو گرفت جلوی دهنش. چیز خاصی نیست. هر بار پیغامی روی دستگاه پیغامگیر آقای اوشانسی میذارم تا مطمئن شه به دیدن پیرمرد رفتم. سلی میگه چی بگم؟ مثلا اینکه قراره در کوبا طوفان بیاد و داره در پالرمو برف میباره. نگران نباش عزیزم. اینو گفت و اومد توی تخت. سالهاست خودم مراقب خودم بودم. نور روز انگار از اون عبور میکرد و تجزیه میشد. وقتی رو تختی رو تا زیر چونم بالا کشید، مثل کودکی شفاف میدرخشید. بعد کنارم دراز کشید. اجازه هست؟ فقط میخوام چند دقیقه استراحت کنم. بیا دیگه 1 کلمه هم حرف نزنیم. بخواب. وانمود کردم که خوابم. نفسامو سنگین و منظم کردم. ناقوس کلیسای کناری زنگ نیم ساعت رو نواخت. بعد هم زنگ سر ساعت رو. وقتی دستش روی بازوم گذاشت، ساعت 6 بود. تماسی شکننده که حواسش بود از خواب بیدارم نکنه. زیر لب گفت فرید بیچاره. به نظر می رسید داره با من حرف میزنه، اما اینطور نبود. کجایی فرید؟ هوا سرده، برف میاد. گونه‌اش روی شونم آروم گرفت. باری گرم و نمناک. چرا داری گریه میکنی؟ خودشو عقب کشید و نشست. ول کن دیگه، از فضولا متنفرم. اینو گفت و رفت طرف پنجره و راپله فرار.